آیا باربی مرد ستیزانه است؟ امروز قراره که در مورد فیلم باربی صحبت کنیم. فیلمی که بودجه مارکتینگش از بودجه ساختش بیشتر بود، نمونه بارز یک مارکتینگ موفق بود، هشتگ اوپنهایمرش توی اینترنت ترکوند و بعد از اکرانش صحبت‌های خیلی زیادی توی سوشیال مدیا سر اینکه این فیلم مرد ستیزانه است یا نه به وجود آورد. اگر که ویدیو منو دوست دارید حتما چنلمو سابسکرایب کنید و ویدیو رو لایک کنید و برام توی کامنت ها بنویسید که دوست دارید در مورد چه موضوعاتی ویدیو بسازم. Hi Barbie. Hi Ken. Hi Barbie. Hi Barbie. Hi Barbie. اولین موضوعی که توی باربی خیلی توجه منو به خودش جلب کرد ادیت و جلوه های ویژه‌اش بود. جوری که خواهر من وقتی که این فیلم رو دید گفت که چرا انقدر جلوه های ویژه‌اش بده. ولی خب نکته همینجاست. باربی و شخصیت باربی یک عروسک پلاستیکی و فانتزیه و برای اینکه بتونه این رو خیلی خوب به ما نشون بده و بگه که آقا این دنیا یک دنیای فانتزی و عروسکیه، اومده و از این جلوه‌های ویژه استفاده کرد. برای مثال موقعی که خورشید داره میره بالا یا داره میاد پایین یا حتی ماشین ها، خیلی این موضوع پلاستیکی بودن و غیر واقعی بودن رو داره نشون میده. پس نمیتونیم در مورد اینکه گرافیک و جلوهای ویژه‌اش چرا این شکلیه صحبت کنیم و دقیقاً نکته مثبت این فیلم همینه. نکته مثبت دیگه‌ای که خیلی برای من قابل توجه بود آهنگسازی ها و موسیقی و کوریوگرافیش. جوری که آهنگ هایی که توی این فیلم هست خودشون جدا از آهنگ های فیلمه. یعنی چی؟ یعنی که شما میتونید آهنگ های این فیلم رو جدا از فیلم در موقع‌های مختلف گوش بدید. برای مثال آهنگ I'm Ken که یکی از آهنگ های معروف این فیلمه خیلی بولد شد، خیلی ها توی اسپاتیفای این رو گوش میدن و خود من یکی از آدم هاییم که این آهنگ رو شاید جدا از فیلم و اصلا به عنوان یک آهنگ گوش بدم و این موضوع خیلی میتونه نکته مثبتی باشه. برای آهنگ I'm Ken افرادی مثل اسلش اومدن و گیتارش رو زدن و خب اسلش به عنوان یکی از گیتاریست های بزرگ و معروف دنیا وقتی میاد این آهنگ رو میزنه نشون میده که این آهنگ چقدر پتانسیل داره. اما همه اینا رو خلاصه کنیم و بریم سراغ فیلم و بگیم که چرا این سری افراد فکر میکنن که مرد ستیزانه است و آیا واقعا مرد ستیزانه هست یا نیست. اگر بخوام در یک کلام بگم که مرد ستیزانه هست یا نیست، میگم که مرد ستیزانه نیست. اما همیشه وقتی که آدم میگه اما یعنی یک مشکلی وجود داره. تکلیف فیلم با خودش مشخص نیست و نمیدونه میخواد چی رو بگه و به نظر من موضوع اصلی که باعث میشه که این فیلم خوب نباشه و حداقل به نظر من اونقدر که تبلیغ میشد عالی نباشه و یه فیلم کاملا متوسط باشه و اگر این تبلیغ ها و مارکتینگ نبود فروش خیلی بدی داشت، همین موضوعه که فیلم تکلیفش با خودش مشخص نیست، نمیدونه میخواد چی رو بگه. بیایم از اول فیلم شروع کنیم و بگیم که چی اتفاقهایی میفته، کجاهاش خوبه و کجاهاش بده. فیلم وقتی که شروع میشه داره یک دنیایی نشون میده که باربی ها در توجهن، باربی ها همه کاره هستن و کن صرفا یک موضوع حاشیه‌ای و بدون توجهه. جوری که خود فیلم میگه که کن زمانی وجود داره که باربی بهش نگاه کنه و باربی ها کل اون منطقه رو در دستشون گرفتن و خب عادیه چون باربی لنده و باربی شخصیت اصلیه و دقیقا همین موضوعه که کن و کن ها دوست دارن که باربی ها بهشون توجه کنن و معنا پیدا کنن و خود این موضوع نشون میده که چقدر توی روحیه کن تأثیر گذاشته و وقتی که وارد یک دنیای واقعی میشه و میبینه که اونجا دنیا بر اساس مرد سالاری داره کنترل میشه، وقتی که برمیگرده به شدت روی احساساتش تأثیر گذاشته و دوست داره که اونجا تبدیل کنه به یک جای مرد سالار و وقتی که تو دنیای واقعی احساس توجه میکنه، احساس میکنه که ارزش داره. به نظر من این موضوع یک کلیشه برعکسه.
دقیقاً توی دنیای واقعی همینه. تو دنیای واقعی که مرد سالار هستش و خانوم ها در حاشیه‌ان و وقتی که ما تبلیغات ها رو میبینیم اینجوریه که خانوم ها همیشه باید توجه مردها رو جلب کنن، این موضوع باعث میشه که خب توی یک نقطه ضعفی باشن و از اون ور بزنه بیرون. داره نشون میده که تو دنیای واقعی که دقیقاً برعکس همین موضوعه به خانوم ها داره اجحاف میشه و ما اینو میتونیم به عنوان یک کلیشه برعکس بگیریم، نه که فیلم یک فیلم ضد مرده. و همین موضوع هستش که به نظر من فیلم رو داره خوب میکنه و داره خوب به جلو میبره. برای مثال میتونیم به اونجا ببینیم که خب خانوم ها دارن والیبال بازی میکنن و مردها اونجا چیرلیدر هستن. این قشنگ نشونه همینه که فیلم داره باربی لند رو بر اساس یک کلیشه برعکس و اینکه اگر همه چی برعکس باشه چه شکلیه نشون میده. و به نظر من این روش نشون دادن و گفتن حرف خیلی روش جالب و قابل توجهی بوده و به نظر من خیلی خوب تونسته تا اینجا این موضوع که آقا این فیلم ضد مرد نیست و صرفا داره میگه که دنیای الان ما دنیای برعکسیه و باعث میشه که خانوم ها در ضعف باشن رو نشون میده. تا اینجا که میرسه و میره تو دنیای واقعی و باربی میره توی دنیای واقعی و با ساشا مواجه میشه. وقتی که با ساشا مواجه میشه باز هم فیلم داره خوب جلو میره. باز هم داره میگه آقا درسته که باربی اومده با شخصیت‌های متفاوت مثلا خانم هایی که رنگین پوست هستن یا حالا ناتوانی‌های جسمی دارن یا حالا مثلا باربی که نویسنده است، باربی که دکتر، باربی که فلان هست، بخواد بیاد و به دختر بچه‌ها این موضوع رو یاد بده که دخترها با هر تفاوتی میتونن موفق بشن، یک پدیده غلطیه و صرفاً مارکتینگ خالصه و اصلا نتونسته موفق باشه رو خیلی خوب تونسته با حرفاش بگه. مثل همونجا که میگه تو یه فاشیست جنسیتی هستی، تو کسی هستی که جنبش های فمینیستی رو بردی به عقب و باربی اونجا متوجه میشه که آقا درسته که ما داریم عروسک هایی رو میایم تولید میکنیم که بر فرض مثال پزشکن، بر فرض مثال معلول هستن، ولی اینا موفق نبودن و صرفا یک حقه مارکتینگ بودن و این نقد رو داره خیلی خوب نشون میده. از اون ور کن که گفتم وقتی که میاد توی دنیای واقعی و میبینه که دنیای واقعی بر اساس مرد سالاری داره کنترل میشه، احساس رضایت داره میکنه. میگه که آقا من توی باربی لند که بودم اونجا اصلا بهم توجه نمیشده و باربی که میاد تو دنیای واقعی میگه که درسته که ما داریم عروسک ها رو تولید میکنیم، درسته که ما این عروسک ها رو داریم، ولی چرا تو دنیای واقعی این اتفاق نمیافته؟ و نشون میده که این پروژه‌ای که بیان باربی های مختلف تولید کنن با شکست مواجه شده و تا اینجاش به نظرم خیلی خوب نویسنده و کارگردان تونسته نقد خودش رو وارد کنه به این وضعیتی که صرفاً مصرفگرایی هست و شرکت ها میان از این موضوعات استفاده میکنن برای اینکه فروش خودشون رو بیشتر بکنن. حالا یک نقدی اینجا وارد میشه، میاد شرکت متل رو نشون میده که هیئت رئیسش همه مرد هستن و باربی دنبال اینه که بیاد و یک رئیس خانوم پیدا کنه، یک خانومی پیدا کنه که توی متل جزو هیئت رئیسه باشه. این تا اینجا درست. خب ولی سوال من اینه که چرا این هیئت رئیسه همشون احمق هستن؟ آخه شرکت متل این هم فروش داشته، شرکت متل اومده از این حقوق استفاده کرده و وقتی که تو میای هیئت رئیسه رو اینقدر نادون و احمق نشون میدی، صرفا داری کار خودت میبری زیر سوال. به نظر من نیاز نیست که، درسته که فیلم کمدیه ولی نیاز نیستش که بیای و هیئت رئیسه رو احمق نشون بدی برای اینکه مثلا خانوم ها رو مثلا اون وسط قوی نشون بدی. شاید این کلیشه برعکس رو بخواد دوباره ادامه بده که آره مثلا توی دنیای واقعی آدم ها میگن که خانوم ها مثلا عقل کمتری دارن، اینا که حالا من اصلا موافق این موضوع نیستم، ولی صرفا این موضوع توی ادبیات مرد سالارانه وجود داره و اومده مثلا اینو برعکسش کنه. ولی
شرکت متله و شرکت متل یه شرکت گنده‌ایه. نمیشه که افرادی که اونجا هستن یه مش نادون و احمق باشن و این یه مش نادون و احمق اومدن این شرکت رو به این جایگاه رسوندن. این یه ذره اون ارزش شرکت رو میاره پایین، اون ارزش کار رو داره میاره پایین. یعنی داره میگه که این شرکتی که مثلا اینقدر قوی شده با یه مش احمق و نادون اومده به اینجا رسیده. و به نظر من اینجا یه ذره تضاد وجود داره و اتفاقا این موضوع رو بیایم در کنار این بذاریم که وقتی که کن کینگدم داره فروش خیلی زیادی میکنه و به مدیر عامل دارن میگن که آقا خیلی داره فروش میره و چرا ما میخوایم بریم دنبال باربی لند رو درست کنیم و وضعیتش رو بهتر کنیم، میگه که من برای دختر بچه‌ها میخوام این کارو انجام بدم، من دنبال فروش نیستم. پس نشون میده که آقا این مدیر عامل افکار مثلا برابری جو داره، افراد مثلا افکار فمینیستی داره. حالا نمیخوام خیلی بگم مثلا این موضوع توش وجود داره، ولی این موضوع وجود داره. اگر فقط دنبال فروشش بود خب میگفت اوکی کن کینگدم و عروسک‌های کن داره خیلی فروش میکنه و چرا ما باید این کارو انجام بدیم و اونجا این منطق درست در میاد. ولی وقتی که میگه که نه من باید برم چون من این عروسک‌ها رو برای مثلا دختر بچه‌ها میخوام تولید کنم و اینا، پس نشون میده آقا این فرد اونقدر هم آدم بدی نیست، اونقدر هم آدم دست با چلفتی نیست، اونقدر هم آدمی نیستش که صرفاً دنبال اون پول و منفعت شرکت باشه. و خب باز هم به نظر من این دیالوگ اینجا با روند فیلم تناقض داره. یعنی فیلم تا یه جایی خیلی خوب داره پیش میره ولی انقدر توش تناقض‌ها و تضادهای مختلفی به وجود میاد که تو به خود فکر میکنی که روند کلی داستان یا واقعا همینه. یعنی یه جاهایی میخواد مثلا داره خوب میره جلو و تو اون افکار نویسنده و کارگردان رو درک میکنی، میفهمی که فیلم داره چه پیامی به تو میرسونه، ولی اون وسطش یه پاتکی میزنه که میگه که این چقدر بی ربط بود به موضوع، این چقدر تناقض داره با حرفایی که تا قبل زده شد. و این مشکل اصلی فیلم بود به نظر من. صحنه بعدی صحنه‌ایه که اینا رفتن توی باربی لند خب و نشون میده که اونجا از باربی لند تبدیل شده به کن کینگدم، یک دنیا مرد سالاری شده که کنها توی توجه هستن و باربی ها صرفا شدن یک وسیله و دارن اون لذت هایی که مردها میخوان ببرن از دنیا رو دارن فراهم میکنن، دارن بهشون توجه میکنن، شدن صرفا یه سری دختر کنار مثلا کنها و جاشون برعکس شده. خیلی خوب بود که نشون بده که چطور این اتفاق افتاد. درسته که میاد در قالب یه سری مکالمه این موضوع رو مطرح میکنه که چطور این اتفاق افتاد، ولی کاش یه ذره بیشتر نشون میداد که بفهمیم که چطور این اتفاق افتاد. و برای من اون صحبت ها اصلا کامل نبود و صرفا نشون میده که اومده و این اتفاق افتاده. انگار مثلا نویسنده میخواست حالا جای اینا رو برعکس کنه که یک دعوایی بین باربی و کن اتفاق بیفته و اینجوری بود که خب چجوری این اتفاق بیفته، چجوری این کار کنم، اوکی یهو میپرم و نشون میدم که کنها مثلا تونستن باربی لند رو فتح کنن. به نظر من اینجاش یک مقدار ضعف داشت که خیلی خوب بود که بیاد و این رو نشون بده. میریم سراغ صحبت‌های مادر ساشا که میخواد باربی ها رو از اون افکار سمی پاکسازی کنه. درسته که خب خیلی حرفاش واقعا درست بود، حرفاش کاملا منطقی بود، حرفاش تو دنیای واقعی میگنجید، اما من داشتم صرفا نگاه خودم فکر میکردم که آیا مگه همه این موضوع ها برای همه مردم دنیا نیست؟ درسته که این موضوع برای خانم ها خیلی زیاده و من کاملا این حق رو میدم، اما نظرم اینجوری بود که خب این برای خیلی هست. جدا از آدم هایی که در قدرت هستن، بقیه آدم ها باید ظاهر رو حفظ کنن. برای از آدم ها کلن کانسپت آدم، حالا درسته که بین مثلا مرد و زن ها بیشتر توی موضوع درگیرن و بیشتر دچار این مشکل هستن، اما کلن کانسپت آدم توی دنیای الان باید خیلی ظاهر حفظ کنه. همه ازش انتظار دارن، فلانی انتظار داره که تو باش اینجوری رفتار کنیم، وقتی میای خونه این انتظار رو دارن و به نظر من دنیا الان به این شکل رفته و دنیا قرار نبوده که اینجوری باشه و حالا به این شکل تبدیل شده. باز هم میگم به نظر من خانوم ها در موضع ضعف بیشتری هستن، ولی دنیای الان اینجوری شده و به نظر من این نقد
به دنیای الان خیلی بیشتر وارده تا صرفاً خانم ها. بعد از اینکه این موضوع تموم میشن و شروع میکنن باربی های دیگر رو سمزدایی کنن که خب اون موضوع خیلی خوب انجام شد به نظر من، اوکی بود تو روند داستان. ولی میرسیم سراغ این که حالا میخوام بین کن ها دعوا رو بندازن تا بتونن جامعه رو مثلا دوباره بکنن باربی لند و از این داستان ها و نظرم اون قانون تصویب بشه. خب سوال من اینه آقا، کن ها دنیا رو دارن، کن ها کینگدم رو دارن و کن ها الان به جای اینکه صرفاً باربی مخصوص خودشون رو داشته باشن، همه باربی‌ها دارن بهشون توجه میکنن، حداقل در ظاهر که اینجوریه. یعنی اونها درست سمزدایی شدن ولی برای اینکه حفظ ظاهر کنن در همین کار میکنن. چرا باید دعوا بشه؟ چرا باید این دعوا شکل بگیره که اینا حسادت بورزن و صرفاً چون این باربی رفته به اون کن مثلا صحبت کرده اینا با هم دعوا کنن؟ و جالبه اینا با هم دعوا میکنن و یک آهنگی پخش میشه که همون آهنگ آیم کنه و بعد یک حالا صحنه جنگیه و بعد اینا با هم دوباره آشتی میکنن و یادشون میفته که آقا ما میخواستیم بریم قانون رو تصویب کنیم و داره زمانش میگذره. خب سوال اینجا صرفا اینا یعنی مثلا با هم دعوا کردن و داشتی کردن؟ میدونید یعنی مثلا یه ذره برام جای سوال داشت. درسته که فیلم کمدیه، درسته که فیلمو نباید خیلی جدی گرفت، ولی خب وقتی که تو داری این روند رو نشون میدی که اینا صرفا با هم دعوا کردن و بعد اونا آشتی کردن، خب منطقی نیست. ببینید منطق رو نمیتونه چیز کنی، یعنی صرفا مثلا اینا خواستن با هم دعوا کنن و آشتی کنن و خیلی اون صحنه‌ای که آهنگ داره میخونه و اون کوریوگرافی داره انجام میشه خیلی طولانیه. واقعا من حوصله‌ام سر رفت، با اینکه من آهنگو خیلی دوست داشتم، با اینکه مثلا کوریوگرافی جالبی داشت، ولی خیلی طولانی بود و من اینجوری بودم که صرفا میخواد یه آهنگی پخش بشه و اینها رو نشون بده که ما هم جنگ و دعوا میکنن. چون تو فیلم نذاره که مثلا فیلم موزیکاله، اوکی شاید موزیکال من دارم اشتباه میکنم، اگه موزیکال باشه اوکی ما قبول میکنیم که فیلم موزیکاله و مثلا میخواسته اینو بذاره. خیلی طولانی بود و واقعا حوصله سر بر و بعد برمیگرده به صحنه‌ای که اینها حالا مثلا قبول شده و دوباره باربی لند شده و اونجا میخوان بیان با همدیگه سر این که آقا مشکل اصلی چیه بحث کنن، که مشکل اصلی من قشنگ با همون صحنه است. نویسنده از قول باربی و مارگو رابی داره میگه که آقا من اشتباه کردم، ما نباید همیشه مثلا گیر نایت داشته باشیم و مثلا این که من تو رو به حاشیه روندم اشتباه بوده، تو هم آدم جدایی هستی، تو هم مستقل هستی فلان فلان فلان. و حرفش اینه که آقا ما باید در کنار هم باربی لند رو مثلا مدیریت کنیم، باید باربی لند رو با هم ببریم جلو. این که شما به حاشیه رونده میشید اشتباهه و داره این پیامو میرسونه که آقا اگر هر کدوم از گروه ها توی حاشیه برن از اون میزنه بیرون، فرقی نمیکنه که مثلا خانم باشن یا آقا باشن. داره این رو نشون میده که آقا باید بین اینها برابری وجود داشته باشه. خب پیام خیلی خوبه، چرا اون وسط دوره یه تیکه میندازه که این تیکه نشون میده که فیلم با خودش نمیره چنده، نمیدونه میخواد چی کار بکنه. و دقیقا مشکل من با فیلم همینه که تا وسط خوب رفته جلو و یه هچلفت میشه. اینجوری میشه که یه دقیقه خوبه دوباره یه دقیقه بده، یه دقیقه یه پیام میده دوباره پیامش رو نقض میکنه. خب میدونی اون رونده حفظ نمیشه براش. پیامی که انقدر دارم درمون صحبت میکنم اون پیام رئیس جمهوره است به یکی از اون کنها، که یکی از اون کنها میگه آقا ما خیلی دوست داشتیم که توی اون حالا هیئت نمیدونم دادگستری بود قانونگذاری بود، یه هیئتی بودش که برای حالا قانون یا قضاوت بود، ما خیلی دوست داریم تو اون باشیم. و رئیس جمهوره میگه که نه نمیتونید و به توی تشکلات مثلا جدا میدیم و که سطح پایین‌تره و برای خودتون باشه، یه حالت بازیچه. خب ببینید من میتونم اینو درک کنم که توی دنیای الان خیلی وقتا برای اینکه صرفاً قوانینی باشه که چون دنیای الان دنیایی که داره به سمت فمینیسم میره، به جای اینکه واقعا اون عدالت و برابری شکل بگیره میان همچین کارایی میکنن. ولی این رو باید توی وسط فیلم میگفت، نه آخر فیلم که داره نتیجه گیری میکنه، نه آخر فیلم که داره نتیجهش این میشه که آقا باید همه در کنار هم باشیم، با هم
هدایت کنیم دنیا رو، با هم کنترلش کنیم. و وقتی که تو این حرفا میزنی و بعد میای این حرفا میزنی که نه میتونه یه تشکلاتی جدا باشه و شما نمیتونید جزء اون قانونگذارها باشید، خب داره حرف خودتو نقص میکنی. به نظر من جاگذاری اون مکالمه اشتباهه. اگه که میخوای شوخی کنی و یک نقدی به دنیا بدی، خب بیا این رو همون وسط بذار، بیا قبل از این بذار که نتیجه گیری رو میکنی. و در آخر به نظر من اونجا که باربی مارگو رابی میخواست آدم بشه، چرت و پرت ترین و بی منطق ترین و بی ربط ترین سکانس بود. به نظر من هیچ نیازی نبود که خب این بیاد و یک آدم جدا شه و میگه که من هیچ وقت عاشق کن نبودم و منو ساختن که عاشق کن باشم. و سوال من اینجا بود، آیا تو در طول فیلم مثلا از عشق اجباری به کن نشون دادی یا عشق ظاهری به کن نشون داده بودی؟ تنها 2-3 تا سکانس بود که اینجوری بودش که آره کن من ازت مواظبت میکنم، اونجوری که مثلا کن خورده بود زمین یا چیزهای مختلف. آره تو یعنی این رو خیلی نشون نمیگه آقا تو مثلا در ظاهر هم کارت این بوده که عاشق کن شی. تو واقعا باربی معمولیه بود، یعنی میگه که تو فیلم میگه آقا من تیپیکال باربی ام و حالا اون مادر ساشا میگه که بیام یک باربی داشته باشه که معمولی نباشه، یک باربی باشه که نخواد فلان کنه تا آدم‌هایی که میخوان معمولی باشن احساس مثلا کمبود نکنن. خب مارگو رابی یعنی باربی مارگو رابی مگه همین نبود؟ هیچ ویژگی نداشت و صرفا میگفت اوکی حالا میخواد مثلا تو فیلم میگه که باربی که حتی خوشگل هم نباشه و باربی کاملا معمولی باشه. خب میدونی این موضوع همینه دیگه، یعنی مثلا شاید ما میگیم که اوکی عروسک باربی مثلا دختر خوشگل است و فلان و این حرفا، ولی واقعا تیپیکال آدم ها همین شکلی هستن دیگه، مگه همین شکلی نیستن؟ حالا ما تو دنیای خودمون مثلا دختر بلوند نداریم چون که مثلا ژنتیک ما اینه، ولی توی دنیای غرب که اصلا باربی برش ساخته شده خب اکثرا همین شکلی هستن دیگه. چه فرق میکنه؟ حالا صرفا میخواد مثلا هیکلی بگه که نمیدونم. یعنی به نظر من این که بیم آدم معمولی اضافه کنیم، خب مارگو رابی دقیقا همین بود. و وقتی که میگه که من میخوام آدم باشم دیگه تیپیکال باربی نباشم، برای من جای سوال بود که آقا یعنی چی تیپیکال باربی باشم؟ و صرفا تنها فکر من این بود که کارگردان میخواست اینو اضافه کنه که آره بیان مثلا یه باربی نباشه که مثلا دکتر باشه، پزشک باشه، آدم معمولی هم باشه، مثلا لیدر نیاز نداریم همش باشه و آدم معمولی هم احساس کمبود نکنن. خب این میتونه یه جور دیگه نشون بده و تو اصلا نشون نده. آیا یک فیلم باید این هم پیام داشته باشه که آره مثلا مهناز هم باید در کنار هم باشن؟ اگر مثلا این شکلی باشه از اون ور میزنه بیرون ما نیاز داریم که چه میدونم آدم های معمولی داشته باشیم، ما مثلا نیاز داریم که فلان باشه. یه فیلم نیاز داره که اینقدر پیام بده. همه اینا رو می‌خواست توی یه فیلم جا بده و یه فیلم کنجاش اینقدر حرف رو نداره و حتی موفق هم نشده، چون وسط‌های فیلم هی خودش رو نقص میکنه، هی اینجوریه که یه چیزی میگه بعد 5 دقیقه بعد میاد حرفش رو پس میگیره. دقیقاً بخوام نتیجه گیری کنم، فیلم تا وسطاش خیلی خوب پیش رفت، خیلی داشت پیام‌های درستی میداد. فیلم اصلاً ضد مرد نیست، فیلم دقیقاً داره چیزی رو نشون میده که باید وجود داشته باشه، یعنی یک برابری در کنار هم بودن. صرفاً اگه اینا رو میگه یه حالت کلیشه برعکس طور داره به نظر من، نه اینکه ضد مرده، ولی موفق نبود و اگر این مارکتینگ وجود نداشت اینقدر دیده نمیشد. نظر شما چیه؟ شما اگر باربی رو دیدید چه نظری در موردش داشتید؟ به نظرتون این ضد مرد بود یا اصلا موفق شده بود و آیا با حرفایی که میخواست بزنه موافق هستید یا نیستید؟ و نظر کلیتون رو در مورد این فیلم به هم بگید. اگر که این ویدیو رو دوست داشتید حتما لایک و سابسکرایب کنید، زنگوله رو بزنید. مرسی که این ویدیو رو دیدید. تا ویدیو بعدی، فعلا.